ورزشکاران توجیک از مسابقات بین المللی اوید به کراته کیوکوشینکای که در پایتخت قرقیزستان شهر بیشکک برگزار شد با 12 مدال برگشتند. در مسابقات بین المللی بیش از 200 ورزشکار از 6 کشور اشتراک کردند. به هیئت منتخب تاجیکستان 17 نفر داخل بود. در وزن‌های مختلف صاحب مدال طلا محمد علیف شدوار در وزن 30 کیلوگرم در سن 10-11 ساله و در سن 16-17 ساله اسمت اللهیف سامان در وزن 55 کیلوگرم، کراماتوف سیروج‌الدین در وزن تا 65 کیلوگرم و در وزن تا 70 کیلوگرم باشد. سفرов یعقوب جان میباشد که در وزن تا 70 کیلوگرم صاحب مدال طلا گشتند. حکمت الله کراماتوف پایه‌گذار کراته کیوکوشینکای نمودی ژاپنی ورزش در تاجیکستان محسوب می شود. با ابتکاری او سال 2007 فدراسیون کراته کیوکوشینکای تاجیکستان تأسیس یافته در وزارت عدلیه کشور نامنویس شده است. معنای کراته کیوکوشینکای به کمالات رسیدن و اینچنین یک جایشوی روح و تن است. فدراسیون ما هم تصمیم گرفتیم که پیش از همه بیشتر اهمیت به اخلاق ورزشگران، به انتظام آنها، در برابر این به دانش آنها، به تفکر آنها، حتی ما کوشش میکنیم که با مکتب های آنها رفت آمد کنیم، با معلم های آنها که سطح دانش آنها رو بفهمیم. به گروه های کراته کیوکوشینکای کودکان از سن 5 سالگی قبول می شوند. در عین حال به این نمودی ورزش در مناطق مختلف تاجیکستان بیش از 2000 کودکان و نورسان و جوانان مشغولند. سیراج‌الدین 8 سال این جانب به کراته کیوکوشینکای شغل می ورزد. سنه 14-15 ماه که مسابقه بین المللی در دولت قرقیزستان شهر بیشکک برگزار گردید، من در آنجا اشتراک کردم و در وزن 65 کیلوگرم مقام اول را سزا گشتم و در این مسابقه باشد اولین رقیبی که من با آن قوازمایی کردم از ورزشگر دولت قزاقستان بود که با آن قوازمایی خیلی خوب به انجام رسید و من با آن غالب برآمدم و دوم قوازمایی من باشد با ورزشگر دولت ازبکستان بود که آن هم خیلی از ورزشگاه بهترین این نمود می باشد با آن قوازمایی کرده با آن غالب برآمدم و در دور فینال باشد با یکی از ورزشگرای دولت قرقیزستان قوازمایی کرده با آن غالب برآمده و جای اول را سزار گشتند. تیر ماه سال جاری در شهر دوشنبه برگزاری مسابقات کشورهای آسیای مرکزی اوید به کراته کیوکوشینکای به نقشه گرفته شده است.